خب به هر حال ببین، ما کارهایی که میکنیم باید به جز بلد بودن حس و تکنیکش هم بر اساس شرایط اون کار پیش ببریم دیگه. یعنی اینکه کجا چه رنگی استفاده کنی یا از نظر منظره چه شاخه یا بافتی و کجا بخوای به وجود بیاری، اینا بر اساس تجربه هم هستش. یعنی شما حتما باید اون تجربه لازمه رو هم داشته باشید. این خود چیزتر شد از پاییز اومد و نه این جاهاشو همه رو پاییز میکنیم، ولی خب زیرشو باید درست کنیم دیگه به هر حال. حالا اگه دوست دارید میتونیم همه رو نارنجی مانند بکنیم، ولی خب این فضا و این